بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که به این کامند است نوشته که اوپن نوشته که اوپن توسط این کامند می توانیم که معلومات ثبت شده را بحث کنیم. معلومات ثبت شده را چی کنیم؟ بحث کنیم. کنترل پلس او شارتکتشان است. توسط این کامند هم می توانیم که معلومات ثبت شده را اینجا ببینیم. معلومات د دې کمانډ په واسطه کولی شو چې ثبت شوي معلومات خلاص کړو چې کنټرول او یې شارټکټ ده. کنټرول پلس او چی شان است؟ شارټکټ. دوم شارټکټش است الټ اف او. اف او شاگردا ببین، شما اوپن باس میکنی، یک فایل است مثال اکوال آرین دی ای ثبت است F12 سیباز شارتکت است. در دسکتاپ ثبت است به نام گرامر. ای داکومنت علی سفید است، میخوای که داکومنت کنترل پلس او باز میکنی فایل به نام گرامر. چی وقتی فایل کار کردی شاگردا؟ ون درایو است، دیس پیسی است، ادر پلیسز، براوزر است. ریسنت اول نوشته کو ریسنت. توسط این کامند می توانیم که فایل های نو ثبت شدنی و نو باز شدنی را ببینیم. فایل های نو ثبت شده و نو باز شده را چی کنیم؟ ببینیم. تا 50 فایل اینجا نگاه کرده میتونیم. چقدر؟ 50. شاگردا این رسن فایل که است همراه مو شما کجا کمک میکنه؟ زمانی که یک فایل نو ثبت کنیم هم اینجا نامش معلوم میشه، اگر بحث کنیم اینجا هم نامش می. در 2016 this week و today و last week تایمینگ که میتن نواسی این حالاتش چی نبوده؟ 2010 و 2013 اینی حالات نبود که last week و this week و this day و yesterday باید نوشته کنم. خب شما شاگردا میفهمین که اگر یک فایل از اینجا ما دلیت کنه، مثال رایت کلیک ریموو، این فایل ختم نشده، این در کدام جایی که ما ثبت کردیم اونجاست، از اینجا دلیت کردیم. مطلب این است که برای شما یک نفر زنگ بزنه یا یک نفر زنگ بزنید اوکی شمارهش میمانه یا نمیمانه؟ اگر از اوکی شماره اون نفر دیلیت کنی از جی اصلی دیلیت میشه؟ نمیشه. اینی فایل او خاصیت داره، در اوکی شماره موبایل واره. یک نفر از همراه مثال 500 شماره ثبت است، چه قسم شماره او را میپالی خویا تقریبا یک ساعت پیش زنگ زده یا برای زنگ زدی میری در اوکی میپالیش. اینجا یک فایل که میپالی مثال باز کردی یا حالی باز کردی یا دیده روز باز کردی، اینجا میتونی که اوپن کنی. فهمیدی؟ و تا چقدر فایل را اینجا نگاه کرده میتونی؟ ما میخوایم در موبایل یک خاصیت است، نمیتونیم که بخوایم که شماره همیشه در اوکی باید باشه. این تو میتونیم؟ نمیتونیم. خب اینجا میتونیم. این کلیک بٹن کلیک کو، این عزیز داکومنت که است این پینت شده. پینت معنی اینجا استنجاق شده دیگه، از اینجا شور نمیخوره دیگه. فایلش نو به نو که می پایین تا 50 که زیاد بشه خودش از اینجا ریموو میشه.
خب این فایل عزیز کس ای را تای کردیم پین کردیم از اینجا دیگه ریموو نمیشن. اگر بخوایم ریموو شوه آن بینش که چند فایل میتونی که همینجا میش باشه. یعنی 3 فایل دیگه ختم نمیشه. دیگه فایل همیش کار در اینجا باشه آسان که ما بیم از رسن ببینیم. یعنی رسن جی است که ما میتونیم که چقدر فایل را اینجا ببینیم. اینجا فایل نو ساب شدگی و نو اوپن شدگی را اینجا میگه. خب اگر زمانی که از اینجا ما یک فایل دلیت کنیم از جی اس دلیت نمیشه، از اینجا ریموو میشه. داخل رسن که بیم شاگرد اینجا کماند از دیگه بنامی recover and save document نوشته کو recover and saved documents. توسط این کماند میتوانیم که سلام علیکم استاد چون هستی؟ اجازه چرا؟ روز اول هست؟ recover and save documents توسط این کماند میتوانیم که فایل های نصب شدنی را که ثبت نشده باشد ریکاور کنیم. که ثبت نشده unsaved نصب شدنی را چی کنیم؟ ریکاور کنیم، به دست بیاوریم. یگان فعل است شاگردان سر فایل شما کار میکنی یک دم برقرار دسکتاپ است یا لپتاپ است خراب شده بیتری از دست داده نه یا بیتری از دست داده یا دیگه کدام مشکل پیدا میکنه فایل نو ختم میشه. چطور ما بتانیم که فایل پس به دست بیاوریم شاگردان؟ اینجا باید شما ریکاور باید پرس کنی. اینجاست کدام فایل است؟ مثال type of date ایرا اوپن کو اوپن شد پس اینجا سیو کلیک کو سیو کرده میتونی. بسیار خوب کماند اینجا داده. چکسم کماند داده بهترین کماند داده که دا کجا بی اوپن بی دا اوپن اینجا بیا کدام فایل را ریکاور کرده میتونی کدام که چی باشه ثبت نشده باشه برق سرش رفته دیگه مشکل پیدا کرد دوباره میدونی که پس به دست بیاوری. خب اوپن است ای باشه اوپن است توسط اوپن ما میتونستیم که فایل ثبت شده را چی کنیم باز کنیم. در فایل ثبت شدنی رسن فایل هم است. ببین باز که میکنی دلیت از رسن فایل باز میکنی رسن فایل هایی که نو ثبت شدگی یا نو اوپن شدگی می بود میدونی که اینجا پایین بی کدام فایل را شاگردا شما باز کنین کدام که ریکاور اند سیو داکومنتس کدام که سرش برق رفته باشه بیتریش کار مونده یا دیگه مشکل که پیدا شه یک دم پروگرام کلوز شه و فایل ثبت نکنی اینجا باز بی بفال پیدا کرده میتونی. ای از ون درایو میتونی که فایل اوپن کنی. ون درایو همیشه باید شما آنلاین باشین در ون درایو که شما بتونین یک فایل اوپن کنین یا دیس پی سی در کدام فولدر است یعنی در ای کامپیوتر در ای پرسنل کامپیوتر گرفتان است در دیس پی سی یعنی در کدام فولدر است در کدام جیس فایلش که اوپن میکنی یا در داکومنت است کجاست. نه ما میخوایم که ادا پلیس یا از نتورک یا دیگه جی باز دیگه دیده شبا یا بالا کدام جی کامپیوتر است او را اد میکنی زیرا باز میکنی. نه ما میخوایم براوز کلیک میکنیم. براوزر میگه کدام چیزا را که از دیگه جی باز میکنی در خودمون کامپیوتر در هر برای که باشه. یک چوکات یا ویندوز شاگرد چیز ویندو اوپن میکنی فایل های چی رو اوپن میکنی کجا است فایل ها در دسکتاپ است فایل های دانلود است فایل ها در داکومنت است فایل ها پیکچر است کجا است باک استیج است فایل استیج است کجا است فایل ها در کدام درایو است. میشه که اینجا یک اسمی deus ستاره دات deus کل فایل های ورد اینجا دیده میتونی میبینی فایل های چیست ورد اگه اینجا بی ستاره دات XLS X فایل اکسل پر ما نشان بته
اکسلس یا نیست؟ یا اینجا می‌بینی اکسس برای ما نشان بده. اکسس دیتابیس AWCDB فایل اکسس باز میشه. اگه اینجا بیش اگر JPG اکسا برای ما که باشه باز کو ای اکساس مثال EVI ریکارد ها اگر باشه اینجا برای ما نشان بده. ستاره دات EVI نیست دی ریکارد ایکسم با فارمات EVI دی فولدر دی درایو یا میشه که ستاره دات ستاره کلی فایل ها برای ما نشان بده چقدر فایل که باشه. اوپن میکنی یا اینجا یک فایل ما میخوایم از دسکتاپ بنام کدام بنام هاردویر اگزام یک فایل است ما میخوایم برای ما باز کو. اینجا خود کدام جیش بود کجا باشه فایل که اینجا جیش بانو کرده میتونی در نتورک باشه فایل هم میتونی که باز کنی شگرده و اینجا مثال میتونی که یک فولدر جور کنی فایل در بینش پرتین مثال بنامی کریم یک فولدر جور کنی و اینجا میتونی که سرچ کنی رفرش سرچ می اینجا میتونی رفرش کنی اینجا میتونی سرچ کنی مثال ما میخوایم بنامی هاردویر این پیدا کن خوب سرچ است در اوپن یک فایل است پیدا کرده نمیتونی بنامی گرامر میگه پیدا شد این سرچ است میتونی که فایل سرچ کنی نامش نوشته کو اگه هاید هم باشه ستاره نوشته کو هم میتونی هایدش هم پیدا کنی چقدر فایل اگه هاید باشه ورا هم چی کرده میتونی پیدا کرده میتونی مطلب آل فایل سرچ است اینجا کلوز میکنه و اینجا که بهم شاگرد این فایل را کدام قسم نشان بده کن لارج کن کلان کلان کن را نشان میده میبینی میشه که ببینی که آیکنز به این شکل میدیوم آیکنز به این شکل سمال آیکنز خورده کنه یا به شکل لیست یا به شکل دیتیلز تفصیلش نشان بده که تاریخ و چی یا میخوای تایتل عنوانش تنها نشان بده یا میخوای کنتنس رقم نه ما میخوایم که سمال آیکنز ایکنه خود واری فایل ما نشان بده. اینجا چی کار میکنه هم فایل که کلیک کنی طرف در فایل باید اشکار چی باشه و هم چی بشه باید معلوم شو معلوم میشه نه در بین فایل که چی باشه چی میشه معلوم میشه که در بین امتحان چی هست مثلا امتحان کلیک کنی معلوم نمیشه و اینجا که از هلپ است و هلپ ما باید گفت ابز 2016 است همیش اکثرت هلپش کنکشن همراه چی داره اینترنت که هلپ میخوای همراه اینترنت بدن بین باشه شما هر کمک میخوای اینجا بده باشه یا اینجا شاگردامی درست ما مخففش نوشته میکنیم ستاره در ستاره آل فایلز اینجا نشان میدم یا میخوای که نه فایل های تنها ورد داکومنتس نشان بده ورد نشان دادم فایل HTML HTML کدام فرمت فایل ها میخوای که نشان برد بتا اینجا بیا معلومش کن آل فایلز نشان بده این فرمت هست که با مرور زمان شما بشناسی که XML چی است ورد سابقه و پیچ است کلی در ریج داکومنت و RTF و یا تکست نوتپاد فایل و PDF فایلز و ریکاور فایل و ورک افکت و این هر کدام با وقت خود میشناسی یعنی اینجا فایل های کدام فرمت اگر بخوای که برای ما باز کو برات باز میکنم اینجا اوپن خو مطلب یک فایل گرامر انتخاب است که اوپن کری اتومات چه میکنه اوپن میکنه باز کرده اتوماتیک باز کرده Ctrl+W اینجا میم اوپن براوز گرامر فایل چه قسم اوپن کو اوپن ریڈ اونلی باز کو برای خواندن ریڈ اونلی باز کرد چی باز کرد ریڈ اونلی برای خواندن اصلا ریڈ نمیشه اگر چیز شاگرده شما ایدیت کنی اینجا باز کلیک کن چیزی که سیب میکنی تو نمیتونی چرا کی ریڈ اونلی باز کرد تو چیزا چی ثبت نمیشه یک نفر باز کردی تنها به خاطر خواندن باز کردی بایی خو باز نکردی که او در بینش تغییرات بیاره ریڈ اونلی است
که ریدونلی باز کردی او تغییرات آوردن نمیتونه که بیاره به نام فایل تو به نام که گرامر ثبت است به اون هم ثبت کردن نمیتونه میتونه که به دیگه هم ثبت کنه دیگه هم تو چی کار داری بار نام که ثبت میکنه ها فایل تو محفوظ است ریدونلی خویا را باید نوشته کنین کدام اوپن باز میکنه اوپن ریدونلی باز میکنه برای خواندن اما تو لیست واره نوشته کو چه قسم نوشته کو لیست واره نوشته ایش که دیگه بشن به شکل لیست بگیریم تو اوپن اوپن باز میکنه اوپن ریدونلی باز میکنه برای خواندن open as a copy open as a copy open as a copy باز کاپی یک فایل را باز میکنه یعنی اصلیش باز نمیکنه کاپیش باز میکنه open as a copy کاپی یک فایل را باز میکنه open in browser open in browser در صفحه اینترنت باز میکنه فایل اینترنتی در صفحه اینترنت باز میکنه open with a transform open with a transform فایل XML باز میکنه XML ML XML 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 open in product view open in product view فایل را باز میکنه مگر محفوظ شده فایل را باز میکنه مگر چه قسم محفوظ شده open in repair open in the repair فایل باز میکنه و جور هم میکنه فایل هم باز میکنه و هم فایل را جور میکنه این دو طرف فهمیدی اوپن ریدونلی خوب فهمیدیم اوپن چه کار میکنه اوپن چه کار کهی اوپن ریدونلی اوپن از کاپی ببین گرامر یک فایل است یا نیست ما میخوایم که گرامر کی است اسلیش دمون جبان کاپیش بکش کاپیش باز کو ببین اوکی کلیک کنی اتومات میکاره میکنه کاپی گرامر
آیا ما این فایل پروگرام ورد کلوز میکنم که کاپیش کشیده یا نکشیده. این گرامر فایل است و این کاپیش کشیده. برای ما چیز باز کرده؟ کاپیش باز کرده. یعنی copy of this file یا copy of grammar. copy بعد از اینجا می open browsers desktop فایل هر جایی که فایل باشه. گرامر یک فایل است باز کو open in browsers. هی ببین که آپ نمیکنم. زمانی که فایل کسبی موجود شما باید بفهمی که حالتش دیسیبل است. چیز؟ که زمانی که فایل بالا فایل باشه انیبل میگه. این دیسیبل است چطور انیبل کنیم؟ مجبور هستیم یک فایل اول بریم ثبت کنیم. اکوالار ایندی کاو شروع کوز بان اینتر F12 یک فایل در دسکتاپ ثبت شو. برای مثال میرک خو در کدام فرمت؟ در فرمت HTML. XML هم ثبت میکنیم. سیب F12 این فایل دیگه هم ثبت شو برای جمال و در کدام فرمت؟ در ویب، در صفحه اینترنتی. Ctrl+O براوز در دسکتاپ این فایل برای جمال. این فایل جمال است. این فایل شد یا نشد؟ انیبل شد یا نشد؟ سابق دیسیبل بود یا نبود؟ حال کار میکنه. ما باید گفتم فایل اینترنتی در صفحه اینترنت باز میکنه. ببینم کی کنه. یس کجا باز کنه؟ فایل اینترنتی بود. شما که ای فایل میگنی که من چطور باید فایل شو وظیفه‌اش چیست باید بشناسی. دیگه ببینیم. براوز دیگه میرک فایل فرمت XML است. اوپن و ترانسپارم فایل شده یا نشد؟ اوپن و دوباره ترانسپارم. XML که چندین فرمت ها باشه دیگه آل خو نیست اینجا. وارا برای چی میکنه؟ باز میکنه. جمال فایلز است. XML نداریم ما که باشه. XML فایل برای چی میکنه؟ اوپن میکنه. و دیگه فایل که است به نام Ctrl+O دسکتاپ. مثال امو هاردویر محفوظ شده باز میکنم تاکه اجازه نگیری. آلی محفوظ شده است. نمیتونیش تغییرات بیاری. چه وقت تغییرات آورده میتونی زبانی که اینجا اجازه بگیری. آلی میشه نمیشه؟ آلی میشه که تغییرات بیاری. یا Ctrl+R اینکی +R word Ctrl+O open browse desktop. اگر فایل خراب باشه چی باشه؟ فایل که خراب باشه هم فایل جور میکنه و هم باز میکنه. اگر فایل در موبایلی چینایی که اگر مسیج به دجه یا یک حرف که قسمی یکان فایل خراب میشه. اگر بخواهی که او رقم فایل هم جور شوه و هم باز شوه با کدام کمند باز کو؟ اوپن ریپیر. اکثرت فایل ها که در یک دفتر کار میکنی سابقه میشه و ویروس زده یک مشکلات پیدا میکنه توسط ایسی کمند باز کو هم فایل باز میشه و هم جور میکنه. یعنی شما کدام کمند فهمیدین؟ اوپن کمند. اوپن یک کمند بود. در اوپن اینی کمند ها و در براوز آمده در اینجا که اوپن میکنه میشه که از نتورک درایو یک جای دیگه مثال شما
دیگه کامپیوتر یک نتورک درایو جور کرده از اینجا میتونی نتورک درایو یا ماپ نتورک درایو شما میخوانی که یک درایو جور میکنی، فایل شیر شده یک درایو جور میکنی، از این فایل میتونی یک فایل باز کنی. خب اینجا خود کدام مشکل نیست. ببین بعد از open براوزر و open with transform open protect view open repair خب کار کنه اوپن ریپیر هم فایل جور میکنه و هم اوپن میکنه. وی فایل اوپن میکنه مگر محفوظ شده تغییرات آورده نمیتونی تاکه اجازه نگیری. این فایل باز میکنه فایل ایگزیمیل فرمت ایگزیمیل ویسک باشه. این فایل باز میکنه در صفحه اینترنتی. این فایل باز میکنه مگر کاپیش باز میکنه. این فایل باز میکنه مگر در بخاطر خواندن. این فایل باز میکنه این شکل باز کردن. خب در ایگزیمیل فرمت ایگزیمیل باز میکنه. این کامند چی کار میکنه؟ این طرف سے تو اینی کامند این مشخصات چه قسم مشخصات؟ چیزی که در داخلش باشه آفرین فایل مابینش که چیز باشه او برای ما نشان میده. یک کامند که کلیک کنیم معلومات داخل یک فایل را نشان میده. خب مشکل نیست اوپن. ای اوپن بود مثال نیو اوپن سیب سیبا زی کامند را خواندیم و عالمی دا انفو جامع انفو د انفو میں پراپرٹی نشتا کچھ پراپرٹی توسط پراپرटी می توانیم که با یک فایل ثبت شده را معلوماتی اضافی بدهیم. توسط پراپرتی می توانیم که با یک فایل ثبت شده معلومات اضافی بدهیم. شاگرده ای آفیس 2016 است. ورد 2016 در 2010 و 2007 و 2013 که بود پراپرتی دو قسم بود، یک سیمپل بود یک ادوانس بود. اینجا سیمپلش مطلب اینجا شما میتونید که نوشته کنید اینجا مات اینجا میتونید که در جایز اینجا معلومات نوشته کنید، این ضرورت نیست که یک جای بری. خونه ما این فایل ثبت کردیم، این فایل است، هاردویر است نیست، این هاردویر فایل است. کجا ثبت است؟ دسکتاپ اینجا. این فایل که ما میبینیم شاگردا پراپرتیش که میبینیم پراپرتی دیتیلز، تایتل نداره، سابجکت نداره، تکست نداره، کاتگوری نداره، کامنتس نداره، هیچ چیز نداره. خب معلومات که در یک دفتر، در یک ریاست، در یک وزارت میخوای معلومات ثبت کنی بسیار رفرنس داشته باشه. چی وقت ثبت شده، کی ثبت کرده، چرا ثبت کرده، کدام یوزر ایدیت کرده، چند لغت است، چند حرف است، یعنی مشخصات به داشته باشه. خب با این فایل حال ما اوپن میکنیم پراپرتی میتونم. پراپرتی اینجا بدبی فایل پراپرتی ادوانسد. این خود جنرال است. مایکروسافت ورد داکومنت است. در لوکیشن است، در دسکتاپ ثبت است. سایزش چقدر است؟ 668 کیبی است. در دست نامش هاردویر است، UDC است، یعنی به این تاریخ جور شده، مودیفایم شده، اکسس شده. حالا ما میم سمری تایتل برش میکنم. تایتلش چیست؟ اگزام. سابجکت چی است؟ هاردویر است یا نیست؟ عنوانش اگزام است، مگر مضمون کدام است؟ در هاردویر سخت افزار یک سابجکت از شما میخوانین. خب اترش کیست؟ دانشمل. منیجرش کیست؟ کریم. کدام کمپانی است؟ پرمختگ انستیتیوت آف ووکیشنل ایژوکیشن. کاتگوری در کدام کاتگوری ترتیب شده؟ مثال دیتی دیپارتمنت. کیورڈز
مهم الفاظ دی چیست 10 questions comments note all of very easy questions اینجا رفرنس دادی دا هایپرلینک میخوانیم وی زمانی که کلیک باشه میتونی فایل ما بین هر چی ببینی دسته برات کار کرده ما حالا کلیک است یعنی ببین این فایل که ما مثال امو کماند حالا کلیک است property save thumbnail word okay close دا بین شرچی معلوم میشه نمیشه میبینی سابق معلوم نمیشه چرا که او کماند کلیک است اگه او کلیک نباشه دا بینش چیز دیده نمیتونیم اگر یان چک باشه دا بینش چیز دیده نمیتونیم ایده انزر تاب همراه هایپرلینک میتونیم که بخوانیم کسمی ادرس داده میتونیم مثال یک فولدر تو جور کردیم مثال سی ड्राइव دو فولدر چیز میخوای ثبت کنی اتومات ای ادرس ده هایپرلینک میره کجا میره یه ادرس که اینجا بودی اینجا معلوم میشه انزرت هایپرلینک ها اینجا آمد یا نامد اتومات به ادرس ما میتونیم یک چیز چی کنیم ثبت کنیم خیر دی تنها یک کماند خرد کماند که می کجا میخوانیم این کماند هایپرلینک میخوانیم static space این حالاتش دیده میتونی لاست سیو کدام یوزر کرده دانشمل چند دفعه فایل ثبت شده 5 دفعه توتال ادیتینگ تایم چقدر وقت میشه دی فایل ما ادیت میکنیم 24 دقیقه میشه دی فایل که ما کار میکنیم یا ادیت میکنیم 24 دقیقه میشه statistic nameش ویلیو است پیج 3 دانه است پاراگرافز که است 23 دانه است لینز که است 95 دانه است ورز 97 است کاراکترز حروف که 6278 است و کاراکتر همراه سپیس 6353 است کنتینز عنوانش اگزام است تایتلش چک بای کی چک کرده اینجا خان date completed دا کدام date complete شده اینجا مثال یک date میگیری باید date complete شده یا دیگه دیپارتمنت دا کدام اینجا سبجکت است کدام سبجکت که است تو مانده میتونی که اینجا برش دیگه سبجکت ها شما نوشته کنی مثال تلفن نمبر سیو اوکی ایره که سیو کنی فایل علی پراپرتی دارا بیبل شکل رائٹ کلک اول که رفرش کنیم که کماند که چک کردیم پس بیدی چی شوا هایت شد یا نشد علی که رائٹ کلک کنیم پراپرتی اگزام است سبجکت هاردویر دا سوال دیپارتمنت اینجا مکمل مشخصات شان است میبینی خوبی یک دیگه ایسی اینی است اگر بخوای اینجا که دیدی پراپرتیش اینجا هم دیده میتونی فایل اینجا هم دیده میتونی شوال پراپرتی دیگه خوبیش اینی است که پرینت هم کرده میتونی چی کرده میتونی؟ پرینت میشه شکرده اگر بگویی که برای ما پرینت کو ڈاکومنٹ انفو پراپرتی رنگ انتخاب کو پراپرتیش پرینت میشه این فایل تنها پراپرتی شما میتونی که پرینت کنی پراپرتی هم تنها میتونی مشخصات شما پرینت کنی خوش شاگردا امروز درس مو شما که شد یک اوپن بود در بین اوپن رسین بود ریکاور انسیب داکومنتس بود خود اوپن بود و دیگه انفو یا انفارمیشن که آمدیم اینجا پراپرتی بود پراپرتی رو خواندیم پراپرتی چی کار میکرد با یک فایل ثبت شده معلوماتی اضافی داده میتوانید بس از امروز خب اشکال خو نداریم